Sarah Iksan, and every tale begins in the shadows of fire and ice. سلام از دنیای اسطوره ها و افسانه ها. من سارا و به کامیونیتی کوچیک نردا خوش اومدین. فکر میکنم تقریبا همتون سریال گیم آف ترونز رو دیده باشین و شاید فکر کنین که دنیای آتش و یخ محدود به همون چیزیه که توی سریال دیدین، اما در واقعیت اینطور نیست. در واقعیت این دنیا خیلی عمیق‌تر، پیچیده‌تر و گسترده‌تر از اون چیزیه که ما توی سریال دیدیم. این داستان این سریال در واقع برگرفته از سری کتاب‌های A Song of Ice and Fire نوشته جورج آر مارتین هستش که چندین کتاب رو جورج آر مارتین توی این دنیا چاپ کرده که در ادامه ویدیو قراره به بررسی تک تک این کتاب‌ها بپردازیم. اولین مجموعه و مجموعه اصلی این سری مجموعه The Song of Ice and Fire یا نغمه آتش و یخ هستش که شامل 7 کتابه که 5 کتاب از این 7 جلد منتشر شدن و 2 جلدش هنوز منتشر نشدن. کتاب‌های منتشر شده به ترتیب A Game of Thrones یا بازی تاج و تخت که در سال 1996 منتشر شده، A Clash of Kings یا نبرد پادشاهان، A Storm of Swords یا طوفان شمشیرها، A Feast for the Crows یا ضیافتی برای کلاغ‌ها، A Dance with Dragons یا رقص با اژدهایان که در سال 2011 منتشر شده. 5 کتابی هستن که تا به حال منتشر شدن و کتاب‌های The Winds of Winter و A Dream of Spring هم همچنان منتشر نشدن که حدوداً 14 ساله که مردم منتظر انتشار کتاب The Winds of Winter هستن ولی همچنان خبری ازش نیست. داستان این مجموعه اصلی کتاب حول محور جنگ خاندان‌های بزرگ قاره وستروس شامل خاندان‌های لانیستر، استارک ها، تارگریان ها و غیره برای رسیدن به تخت آهنین هستش، همون آیرون ترون. اما در کنار همه این داستان‌های تهدید بزرگتری هم وجود داره توی داستان به اسم وایت واکرها که در واقع شخصیت‌های اصلی داستان باید با این تهدید بزرگ هم روبرو بشن. سری کتاب بعدی که جورج آر مارتین توی دنیای آتش و یخ اومده منتشر کرده سگانه دانکنک هستش که راجع به شوالیه ساده‌ای به اسم دانک یا همون سر دانکن دتال و اگ یا همون ایگون تارگریان که همراه جوونه در واقع دانک هستش این داستان نوشته شده که شامل 3 کتاب The Hedge Knight, The Sworn Sword و The Mystery Knight هست. در واقع این داستان دانکنک مربوط به حدود 90 سال پیش از واقعه داستان اصلی هستش. کتاب بعدی که جورج آر مارتین توی این دنیا نوشته کتاب فایر اند بلاد هستش که یه جور کتاب تاریخی هستش و روایتی از تاریخ خاندان تارگریان ها در طول سلطنتشون توی وستروس که از دوره ایگون د کانکرر شروع میشه و تا داستان‌های دنس ویت د دراگونز یا همون داستان‌های سریال هاوس آف د دراگونز خاندان اژدها ادامه داره و این کتاب یه لحن تاریخ نگاری داره و پر از شک و روایت‌های مختلفه. همچنین یک کتاب The Rise of the Dragons هم منتشر شده که همون کتاب Fire and Blood هستش، منتها به صورت خلاصه تر و مصورتر هست این کتاب. از یک کتاب هایی که جورج آر مارتین توی این دنیا نوشته کتاب The World of Ice and Fire هستش که من اینجا دارمش و همون دنیای آتش و یخ که داره به صورت کلی تاریخچه این سرزمین و قاره های دیگه یعنی وستروس، اسوس و سایر مکان ها، اسطوره هاشون، تاریخچه خاندان ها و همه اینا رو مورد بررسی قرار میده. بذارین کتابم بهتون نشون بدم مثلا یکی از صفحاتش رو به این صورت تصویری خیلی قشنگی داره و من به شخص خیلی دوستش دارم این کتابو. پس اگر که فقط سریال گیم آف ترونز رو دیدین بدونین که این تازه شروع ماجراست. توی این کانال با هم قراره بریم تو دل تاریخ وستروس، خاندان‌ها، پیشگویی‌ها و رازهایی که هنوز جواب قطعی بر اونها پیدا نشده و با هم بررسیشون کنیم و در مورد تئوری‌هایی که توی این دنیا مطرح شده و اینکه ممکنه داستان اصلی به چه صورت پیش بره صحبت کنیم. اگر به این جور محتواها علاقه دارین لطفا منو سابسکرایب کنین و اگر از ویدیوی من لذت بردین ممنون میشم اگر منو لایک کنین. همچنین تا یادم نرفته بهتون بگم که اولین کسی که اولین کامنت رو برای من روی این ویدیو بذاره میتونه موضوع بعدی رو انتخاب کنه و هر موضوعی که بگه کاور میشه. ممنونم.